سپر هستم، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با بازی متفاوت به نام بازی دای اگین، دوباره بمیر دوباره مردن، همچین چیزی. و این بازی اصلا منطقی نیستش و من تا لول 20 که بریم ویدیو رو شروع کنیم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. کامنت بچه ها ویدیو قبلی رو خیلی حمایت کردین ازش، باکشات رولت رو حتما بریم ببینی، خیلی خفنه. لینک دانلودش هم براتون داخل یه شورت ویدیو میذارم، چون بعضی پرسیده بودن که چرا لینک دانلودش نذاشته بودی. حالا میذارم داخل شورت ویدیو و برو که بریم ویدیو رو شروع کنیم. خب ما این کوچولوه هستیم که بعد برسیم به این مومیایی. بچه من 154 بار افتادم تو این بازی. الان ما با این تکون، الان ما باید اینو ببینید اصلا منطقی نیست، میخواد ما رو بکشه. یعنی تو میخوای بیا اینجا بعد بنازم چه و برو بریم واسه لول بعدی. منطقش اینه که بعد اینجا باید بریم دیگه انشالله. برادر چرا سرعت من کم؟ چه کاریه؟ خب اما چجوری رد شم اینجا رو؟ خب ای وای میگه که بابا مگر اینکه رسیدم به اونجا بعد بپرم. بذار خب نمیشه یس مرض داره بازی بچه. خب وقتی نمیذاری ما رد شیم دیگه چرا بازی رو میسازیم؟ برو ای بابا وای خیلی اعصاب خورد کنه این بازی. برو بیا ترای هارد. لول 27 رسیدیم و الان ما چجوری چیکار کنیم؟ خب من با این پورتال خیلی واقعا بازی خوبیه. چیه داره حرکت وای بابا خب بیا رد شد دیگه بابا. من الان من چی کار کنم؟ خوبی نمیتونم رد کنم. نمیشه اصلا نمیشه اینو رد کرد. خب من چجور رد شم؟ که ای بابا خب نمیتونم اون بالا نمیتونم ای بسم الله الرحمن الرحیم. چه اتفاقی داره میفته اینجا؟ بابا من نمیدونم به خدا. کلی تلاش بالاخره ما رسیدیم این بالا. وای نه شیت حواسم به اون مومیایی نبود. برو وای دوباره از اول. خب بچه باید ترای هارد بشیم. برو خیلی ترای هاردیم ما خیلی. بابا من بسم الله الرحمن. بابا برو دیگه. ببین بچه ها شما اینجوری میپرین بالا بعد اینجا که صورتتون کن نیست. برو وای برو آخه لول 28 یا ابوالفضل. من چجوری من راه نرفته؟ بیا چی شد؟ الان من رد میشم. برو وای برو تو. خدا شکر. چه چرا دکمه ها برعکس شد یه لحظه؟ نه شیت من میرسم. ببین داداش من میرم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اینم از این ویدیو. میدونم خیلی ویدیو کوتاهی بود نسبت به ویدیوهای قبلی، ولی ویدیو قبلی که یه دقیقه در کل. ولی تا این ویدیو دیگه goodbye everybody. سرور دیسکورد هم داخل دیسکریپشن هست. دیسکورد هم درست شد و میتونین شما برین داخل جوین بدین. goodbye everybody.